دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفت این زمان هیچ برنامه برای از سر گرفتن مذاکرات صلح با طالبان ندارد. هارون شاه منصوری سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی روز 14 ایول گفت گروه چهارجانبه عبارت از نمایندگان افغانستان و پاکستان و چین و هند در آینده نزدیک قصد ملاقات ندارند. نمایندگان چهار کشور امسال 5 مرتبه در کابل و پاکستان گفتگو کردند ولی طالبان به این گفتگوها حاضر نشدند. درباره این مسئله صحبت داشتم با قادر حبیب، همکارم از رادیو افغانستان آزاد. قادر، به برنامه ما خوش آمدید. بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان چی معنی دارد؟ کاملا دست کشیدن از مذاکرات صلح با طالبان یا متوقف کردن مذاکرات؟ بله، صحبتی که ما با هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان داشتیم، اونا در توضیح همین گزارش‌ها گفتند که خب عملا در حال حاضر گفتگوهای چهار جانبه به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین متوقف شده، اما این را رد نکرد که این گفتگوها از سر گرفته شد و احتمال از سرگیری گفتگوهای صلح را رد نکرد. اونا گفتن که افغانستان همواره چشم برای صلح است و در نهایت همه نزاعها از راه صلح و گفتگو حل میشه، از میز گفتگو حل میشه. اونا احتمال از سرگیری گفتگوهای چهار جانبه را هم تا هنوز رد نکردن. بله. و با نظر داشتی حمله و بمبگذاری‌های اخیر از طرف طالبان چی در کابل چی در دیگر گوشه‌های افغانستان، میتوان گفت که این گروه میل به مذاکرات صلح ندارد یا هنوزم علامت‌هایی هست که میخواهند مذاکرات؟ خب در تازه‌ترین بیانیه‌ای که از سوی رهبر طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده نشر شده، اینا بر ادامه جنگ در افغانستان تاکید کردند، اما گفتن که راه صلح را هم باز نگه می‌دارن. ولی عملاً قسمی که دیده میشه از عکس العمل حکومت افغانستان در برابر طالبان، بخصوص رئیس جمهور افغانستان که خودش ابتکار همین پروسه گفتگوها را در دست داره، عملاً طور به نظر میرسه که اینا در حال حاضر برای گفتگو و مذاکره با طالبان چیزی در سر دست ندارن و میخواهند که از راه‌های نظامی طالبان را تحت فشار قرار بدن. ما شما شاهد برگزاری نشست وارسا بودیم، تعهدات درازمدت جامعه جهانی، فشارها به نحو بر پاکستان در جلسه اجتماعی که در کنگره امریکا در کمیته روابط خارجی برگزار شد بالای پاکستان که آیا پاکستان دوست است یا دشمن، به نحو فشار آوردن برای کشور است تا رهبرای طالبان و این گروه را تحت فشار قرار بده که به میز مذاکره حاضر شود. و رئیس جمهور افغانستان خودش از گفت که ما از پاکستان نمیخواهیم که ما را با طالبان در میز مذاکره بنشانه، ما از پاکستان میخواهیم که بر علیه طالبان عملا اقدام نظامی کنه. در حال حاضر اینا حربه نظامی را سر دست گرفتن تا شود که عملا در نهایت طالبان و رهبرانشان به میز مذاکره حاضر شوند. و طوری خودت هم گفتی راجع به پاکستان، مقامات افغانستان میگویند کلیدی صلح در افغانستان در دست پاکستان است. خود این کشور تاکنون واکنش نشان داده به این بیانیه اخیر یا هنوز؟ خب پاکستان همواره گفته که خواهان یک افغانستان با ثبات در همسایگیش است. این به نفع پاکستان هم هست و به نفع منطقه هم هست. الان این موقف حکومت پاکستان است و پاکستان همواره میگوید که قربانی تروریسم نه تنها افغانستان بلکه پاکستان هم هست. ده ها هزار شهروندی کشور و همچنان نیروهای امنیتی کشور هر روز در مبارزه با تندروان مسلح کشته میشن. اما مقامات افغان ادعاهایی که دارن این است که پاکستان تنها تندروان را هدف قرار میده که به خود نظامی کشور گویا تهدید و خطر هستند، اما از طالبان افغان حمایت میکنن و با اونا لانه های امن فراهم میکنن. و مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی خودش اخیراً گفت که از جایی که رهبران طالبان در پاکستان زندگی میکنن اونا از خدمات صحی برخوردار میشن و اطفالشان و خانواده هایشان، ما بالای اینا نفوذ داریم. و حکومت افغانستان هم به شکل هی حرفا را مستند ساخته و تکرار میکنن در اظهاراتی که
دارن. تشکر. قادر حبیب همکارم از رادیو افغانستان آزاد صحبت میکرد. تشکر قادر. تشکر.